Whatever comes out of these gates, we've got a better chance of survival if we work together. Do you understand? If we stay together, we survive. جلوی بازیکن بزرگ ذهنیت ضعیف بری یه جوری لط میکنه که دیگه نتونی سر بلند. حالا که اینجایید با قلبتون برای همدیگه بدوید. مهدی گفت هر جایی که اشتباه میکنید، پاس اشتباه میدید، فشار روتونه، بزنید زیرش، بدوید، انرژی بذارید برای هم. 1 2 مصاحبه‌های تک تکشون رو دیدید. یه چیزی که واقعا قلب منو درد آورد این بود که گفتش که همه‌شون گفتن که ما باید به ایران با تفاضل گل بزنیم. یعنی میخوام بیان که ما رو تحقیر کنن. بازیکن بزرگ و مهدی میگه جلوش بهش باز فضا بدی، اذیت کنن، فلان کنن، یعنی دیوونه‌مون میکنن. بعد اینجا دیگه کار نمیکنه. از اول محکم با قلب، با انرژی، همگی با هم، یه دل مثل یه تیم.